6 شهریور ماه انرژی خانی گروهی داریم. پس همراه من باش تا ببینیم کارت‌های نمادینم به شما چه پاسخی میدن. عزیزم، شما تا یک وعده زمانی بسیار کوتاهی به یک مراسمی، به یک جشنی دعوت میشی یا یک مراسمی خودت میگیری. شما انرژی زنانه بسیار بالایی داری، سیاست زنانه بسیار خوبی داری، جوری که میتونی کارها رو کلا به نحو احسن هندل کنی، اجراش کنی. شما یک کار دادگاهی داری که برات موفق نمیبینم، موفق نمیشه، اون نتیجه خوب رو نمیگیره، یک جورایی کلا ناامیدت میکنه. اگر توی رابطه احساسی نیستی، حضور یک شخصی برای شما پررنگ میشه. اگر هم کات هستی، ارتباطی نداری، اون شخص شما از طریق پیام خودش رو نشون میده. یک پولی از طریق خانواده به دست شما خواهد رسید. حتی من ازدواج هم برای شما میبینم. کلا ببین کارت ها دوباره داره میگه که شما فردی کاریزماتیک هستی، به شدت انرژی مثبت و بالایی داری، جوری که همه جذب شما میشن. اعتماد کردن به شما براشون خیلی راحته، ولی صفر تا صدی هستی. احساسی دارم میبینم که کیس شما بین 2 نفر گیر کرده، یک جورایی در حال 2 تا 4 تا کردن رقیب برای شما حس میشه، یا حتی ممکنه شما بین 2 نفر گیر کرده باشی که نتونی انتخاب کنی. تا یک بعد زمانی من برای شما ارتقای کاری میبینم، تغییر تحولات بسیار مثبت میبینم، حالا توی کار، مال، رابطه احساسی، حتی خانواده. ازت میخوام که هر نتیجه که میخوای بگیری رو طبق منطقت پیش ببری. برنامه، پلن و هدفی که داری سعی کن با برنامه ریزی پیش ببری، عجله‌ای نداشته باش و یک ذره هم به خودت از لحاظ جسمی و روحی استراحت بده. خیلی ممنونم که همراه ما بودیم.